بعد یادت باشه ایرانیا یه کاری کردن، یه آمریکایی تتوی عزیزم زده رو کله کیرش، فهمیدی؟ رو کونش. یالا ما هر جا کوفتی زد. خب چقدر بیادبی بابا. این بذار اینو پاک کنم، این استوری رو به جان قدیر بذار پاک کنم بابا. آدم های بزرگ منو نگاه میکنن، آبرو حیثیت من داره میره. آخه تا حالا پاک نکردم ناموسم. من به خودم اشتباهی فوش مادر دادم، متاسفانه خاک بر سرم بکنن، پاک نکردم. اینم میذارم، ولی دیگه این حرف بد به خدا دیگه این بعد میگم سردنده. به قرآن میگم، به قرآن که کمر تو آیسان بزنه. قرآن هست. وای امروز داریم دور تریم خالکوسه فکر کنم. ای داد بیداد. بذار برگردم به عقب. آره بچه ها داشتم اینو به شما میگفتم، ایرانی ها انقدر به ما لطف